دوستان بریم که طرز تهیه‌شو بهتون نشون بدم. یک کلیم لیوان عدسو تمیز میکنیم و داخل کاسه میریزیم و قشنگ میشونیم بهش پیش 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 پیش. بعد یه قابلمه بر میداریم، عدسا رو داخلش میریزیم و یک کمی آب میریزیم میذاریم رو حرارت قشنگ قلقل کنیم بپزه ها. بعد تو این فاصله که داره میپزه 4 تا موز عذابدار بدبخت بیچاره رو برمیداریم میشوریمش و رخت عزا رو از تنشون میکنیم. بادمجونا رو هر جور که دوست داشتید خرد میکنید، داخل سبد میریزیم و کمی هم نمک روش میپاشیم. کار بادمجونا که تموم شد میریم سراغ پیازا. 2 تا پیاز متوسط رو بر میداریم و میشوریمش و پوستش رو میکنیم و خردش میکنیم. وقتی که پیازا قشنگ اشکای چشمون رو در آوردن 3 تا گوجه فرنگی رو میشوریم و خردش میکنیم. خرد کردنمون که تموم شد داخل مایتابه روغن میریزیم و بادمجونا رو توش سرخ میکنیم. پیازا که قبلا خرد کرده بودیم و داخل تابه میریزیم و تفینیم تا قشنگ نرم و سبک بشه. 2 پیمانه زردچوبه و نصف پیمانه فلفل سیاهو بهش اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری ربع اضافه میکنیم و خوب تفتش میدیم. حالا موادی که قبلا خرد کردیم مثل گوجه فرنگی و اون بادمجونای سرخ کرده رو میریزیم توش و به آرومی همش میذاریم تا قشنگ مخلوط شه. بعد این مواد رو به اون عدسا اضافه میکنیم، حدود 2 لیوان روش آب میریزیم و آخر سرم یه پیمانه نمک روش میریزیم. بعد میذاریم نیم ساعت به حال خودش قشنگ بپزه. یتیمچمون وقتی پخت داخل ظرف سرو میریزیم و با لیمو ترش و جعفری و پیاز تزیینش میکنیم. امیدواریم از این آموزش خوشمزه لذت برده باشید. نوش جان دوستان. در آخرم اگه دوست دارید آموزش این گل پیازی خوشگل مشکلا رو افسون براتون بذاره، حتما حمایت کن. نظرتو بده، لایک کن، سیو کن و برای دوستاتم بفرست.